استاد جان، ما در دوشنبه مدتی 4 سال می شود خانه فروشی داریم. خریدار زیاد داریم. میآیند میبینند مصلحت میکنند، بعد در آخر نمیگویند. بسیاری ها میگویند که جادو کردگی از همین سبب به سودا نمیرود. استاد جان، شما چی مصلحت میدید؟ چیکار کنیم؟ البته در هر یک کاری که وقتی میبینید که برار نیست، مردم ما همین خیلی در هر یک کاری را ببیند که همین نشیده سای یک جا دو کس آمد نشید، یا یک جا برای خواستگاری میریم، یک جا دو جا گپ مانا نمیگیرن، در رو گمانا ما نمیده پیدا میشود که یگان کس پیش کار مانا نبسته باشد، یگان کس ما را جادو نکرده باشد. نه خواهرها و دادرها عزیز، بسیاری همین چیزها را مقصد از ذهنها تان بگیرید. این کار گاه برار میگیره، گاه برار نمیگیره. مقصد شاید آدمی هست که در برابر یعنی شرم میکنه، یا دل تپر میکنه، یا روش نمیشوه، لیکن مقصد بعدن میرود و از قفا بعد مثال گپ میزند که نه نشید، قبول نشید، معقول نشید. گفته همینه. این معامله های دنیوی همینه آخه هست. حتی زمین هایی هست، خانه هایی هست که سالها حرکت میکنن، سودا نمیشن. یکی میبینی الله مهربان باید ترحم کرد، در همون 10,000 که میدادیش زمانی میفروشیش که قریب 50,000 میفروشیش. با میگوید خدا را شکر که ای کاش که در همون چه ندادمش، هرچی مقصد یعنی نرخش بالا رفته بعد فروختمش. این خیلی هم امکان داره. برای بسیار دیدین که اگه ناراحتین و کارتون نمیشه، یکان صدقه کنین، یک صدقه کنین، یک خیر، یک احسان کنین. مثلا به موافق قوتون 3-4 کمبغله که یگان سومه، یگان نانه، یگان غذای یک چیک برین بتینن. مقصد تانمی باشه که خدای مهربان پیشی کارمونه کشاده کن. یا دور کد نماز بخوان، الله مهربان بگو الله خدای مهربان همین مالی که مقصد دارم همین را برای سودا کردن و یا برای همین را کشایشش الله مهربان یک مهربانی که گفته دعا کنین، انشالله همش خیر میشه، همش خوب میشه. استاد در عرف و عادت ما وقتی یگان حرفی بد میگوییم زبانت را بگز میگد. یگان اصل داره در اسلام، این یگان اصل ندارد. وقتی که ما اگر یگان حرفی بد میگیم زبان مون گزیدن به معنای این است که یعنی باید من همین سخنی بد نمیگفتم. یعنی اشاره بر همین است خواهرها و برادرای عزیز که کلانترای ما مثلا همین قدر برای ما اشاره کردن که یعنی زبان تا بگز به معنای که زبان گزیدی، زبان مقصد چی می شود؟ زبان درد می یابد. بین احساس درد میکنه. چیزی که حضرت عمر هر عضوی که گناه میکرد با دره داشت، دره قطی میزدش، خواه دستش بود خواه پاش بود. انا همچنان کلانترای ما هم پیروی ای حضرت عمر کرده و زبان تا بگز مقصد درد بیاوه تا که دفعه دیگر تو سخنی بد نگوی. معناش همینه برادر است. بابای حاجی ما یک گروه جوان ها در مهاجرت هستیم، نامم سعید است، بیکار هستیم. التماس در حق من دعا کنید تا صاحب جای کار و ریسک حلال شوید. الله مهربانی دادر ما سعید هم، جمله جوان هایی که با همراه سعید هستند و جمله مردم ما که در کجایی که باشین، اگر همین خیلی مشکلات بالاتون آمده باشد، الله مهربان دعا میکنم که خداوند شما را صاحب جای کار کند، کارهای خوب تان نصیب کند، کارهای حلال نصیب تان کند و الله مهربان کاراتون را برار بتد و برکت نصیب کند. آمین یا رب العالمین.